چرا میگم؟ برای اینکه راحت بری دنده عقب، یه بار دنده رو توی دنده 1 یا 2 جا بزن، در بیا، بعد برو دنده عقب. اول اینجا رو نگاه کن، این چرخ دنده محرک دنده عقبه روی شفت ورودی. می‌بینید دنده‌اش مستقیمه، با مابقی دنده‌ها فرق میکنه. این چرخ دنده واسط دنده عقبه، فقط نیرو رو انتقال میده، جهت حرکت هم عکس میکنه. این چرخ دنده متحرک دنده عقبه که روی شفت خروجیه. حالا داستان چیه؟ کجا قرار گرفته؟ روی کشویی 1 و 2. چرخ دنده 1 اینه، چرخ دنده 2 هم اینه. شما وقتی دنده رو تو دنده 2 جا میزنی، کشویی و چرخ دنده عقب متحرک جای خودش رو پیدا میکنه. به خاطر همین وقتی دنده عقب میری راحت‌تر جا میره. حالا یه سوالی، چرا تو ماشین L90 برای اینکه راحت‌تر بری دنده عقب میگن اول باید بری دنده 3 یا 4 بعد بری دنده عقب؟ تو کپشن جوابشو نوشتم. اگه میخوای قطعات خودرویی رو بهتر بشناسی، با عملکردشون کامل آشنا بشی و راحت ارزیابیشون کنی، حتما بزرگترین پیج آموزشی کشور رو فالو کن، چون کلی مطالب مفید برات آماده کردیم.